صلی الله علیه و سلم که مربی بها و فی روایت قیل لها بسیاری کمپرها از 50-60 با ایاله 5 وقت نماز چه بخوانم. رمضان نکته روز قیامت این خانمه که بیا از تازگی شوهراتان است وابسته به احترام نسبت شوهراشان خیانت میکنند. مسلمان به شوهرش خیانت کند نخواد که او وقت در این باره وقتی شما رو زیاد نمیگه از شوهرت اجازه گیر. اگر اجازه نگرا شوی ناپسنده کنی از جمله پیغمبران بودن که مرغم خدا این قرآن رو برای ما میگه رنگی اسمت الله ما باره آدمی مهنت یاد کن دعا کنی من همین رو یاد گیرم نه گو چی میگه اون درد سر برای خود ایجاد نکن نه حضرت اگه همین برید نه حضرت گو هیچ کده گم گفتم دعاش داد یاد گرفت این آدم میگه بگاهی می آمد باز برزگاهش خرچ
هرزگاه و نگاه کرد فقط دم گیره جفت نبریم شا من فقط خنده کرد سادگی گاو و داناگی خرده اون در اینجا با رفتگاه آمد با علفته ای خر میگن ساده دیگه اخیر خر دانا میشافی کسال شده بیا پگر رو بینش یکی خراب نشه مردن خلاص میشی ای با من پگر دیگه 2 روزه حق بگان زنی بجایی داری این زن مردم همین زنی دیگه بسامید گرگور خودشونه منش خاروی سحری کیش میگم از این بعضی زنها رو یک رویشانی از کی بجان خلاص دست شتگی بودم خیلی و پیش سندم نون پارتو سند فیروز گه های گجور کجا میبینی حقی من بعد این نوشته البته این میماره گو حضرت سلیمان ما رو میبرن گو قطعی مرغا در چیز این زنش مجبور داره که همین بخ کیان داشته باید همین یاد دانه یا اون کود کود میکنه خوجه این ما هم یک کم زن داره اما زنش
توش دست رزالای راست بگوتم این آخی خواهدی کمبر بریم با تا تابو نگز دادش بیهوش که برای خاطر بعضی زنهایی که در کارهای شوهر تربیت فرزندای شوهر است بگاهی که شوهر شرایط حمامش گرم میکنه شست و شوش میکنه شما رو وظیفتان شوهر پیشواز گرفت این ما که انشاءالله محب الله دم بیاره پدر ما سعدی اندازم دارن در سوی اوست انشاءالله این کلین ما رحمت نازل میشه بیا دعا کنیم پروردگار توش مبارک آینده خداوند با توی پسرچه دویم شم